یاد میشین توی تراس خوابگاهمون بود؟ سلام علیکم، خیلی خوش اومدین. این وضعیت تراس خوابگاه ماست، پس بیاین بریم با هم دیگه تمیزش کنیم. اگه حساب نکنی سوس برای توه. پی پی. نه یه پارازیت همین وسط بندازم. راه به خوابگاه گرفته بود و هیچ جوره هم باز نشد که باز نشد. خب من دیگه چیزی نمیگم تا بریم ادامه. خب اینم تا اینجای کار، ولی کف ترس بعد خوشه، پس بقیش توی پارت 2 خواهید دید. خدافظ.